اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. قنصل افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید تا به حال از زندانهای کراچی و سند 2200 افغان آزاد و با مصارف امارت اسلامی دوباره به کشور بازگشتند. وزارت دفاع ملی میگوید از قماندانی تعلیمات مشترک محاربه 68 تن مجاهد پس از کسب تعلیمات مسلکی در جریان یک پروگرام فارغ شدند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید افغانستان اکنون با کشورهای روسیه، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان روابط خوب تجارتی دارد. نورالدین عزیزی می افزاید که تلاش ها جریان دارد تا با سایر کشورهای جهان روابط تجارتی حسنه انکشاف یابد. از طرف اداره ملی استاندارد در بندر میل 78 فرا 16 تانکر تیل بی کیفیت به کشور ایران مسترد گردید. اداره نامبرده از همه تجاران می خواهد که به کشور مواد با کیفیت وارد نماید، در غیر آن با برخورد قانونی مواجه می گردد. سازمان پروگرام جهانی غذا به هدف کمک به نیازمندان افغانستان خواستار 800 میلیون دلار شده است. پروگرام جهانی غذا در گزارش خودش بیان نموده است که در 6 ماه آینده در افغانستان برای مساعدت نیازمندان 800 میلیون دلار ضرورت است. رئیس عمومی پاسپورت با سفیر ازبکستان در کابل دیدار نمود. رئیس عمومی پاسپورت پاسوال مولوی عبدالکریم حسیب امروز در دفتر کاریش با سفیر ازبکستان در افغانستان آقای یادگار، خواجه شادمانوف و هیئت همراه آن دیدار نمود. در این دیدار بر سر همکاری‌های دوجانبه افغانستان و تمدید ویزای افغانستان صحبت صورت گرفت. ریاست عمومی استخبارات میگوید بر اساس گزارش‌های کشفی در ولایات کاپیسا و کنر شمار زیادی از سلاح‌های سبک و سنگین و اشیای نظامی که به شکل غیر قانونی نگهداری شده بود کشف و به دست آمد.